خار خودم هم گرگ. به جان مادرم نفهمیدم چی گفتی، ولی هر جا هستید موفق باشید. یه تش گفتی چی شنیده بودی کی تو شنیده بودی. تو کیه؟ من کیه؟ تو خب من و تو الان داره قاطی میشه فکر کنم. من و تو قاطی شده الان. یه توضیح به من میدی؟ خفه میشم. با چشمای کثیفم نگاه میکنی به شما. خجالت نمیکشی که اینقدر بی‌ناموسم؟ الان بی‌ناموس کیه؟ من. اون وقت من کیه؟ تو. اون وقت تو کیه؟ من. الان فهمیدم من و تو قاطی شده. پس من چقدر بی پدر مادر بودم و بی‌ناموس بودم. گفت بیشون. نه خواهر من خواهر تو نیستم. تو جیگر من است. از اون فرقی نمیکنه. چندش. خیلی آشغالم من. یه دقیقه زر نزنم من. یه دقیقه گواله رو ببند. دهنمو میبندم یا میبندیش برام مردک کوتاه. آقا دهن اونو ببند. اصلا از شکنجه بدتر حرف خفه شو. تو داری خیلی خفه شو. باشه چشم. هر موقع وقت کردی لغتنامه و فرهنگ دستور زبان ده خدا رو مطالعه بفرمایید. چی نگو، لعنت بر پدر مادر کسی که به تو فارسی یاد داد. همین.